در این درس درباره فایز یا اینکه پرسنت ها میبینیم. مثال 15 فایزی عددی 420 رو ببین. وقتی که فایز رو کار میکنیم از مکتب با ما چه نشان داده بودن، هم وقت مثال رقم رو چیکار میکردیم؟ 420 رو ما 100 فایز فکر میکردیم، این 100 فایز است. ما باید 15 فایزش رو یابیم، یعنی x یعنی 420 اگر 100 فایز باشد x یعنی چقدرش و 15 فایزش برابر میشد. و اینو اگر در خاطر داشته باشین چه کار میکردیم؟ تناسب 420 ضرب 15 x ضرب 100، یعنی ما چیکار میکردیم؟ 420 ضرب 15 x ضرب 100. بعد 100 رو به طرف چپ میگرفتیم، 420 ضرب 15 تقسیم 100، این به x برابر میشد. و این رو وقتی کار میکردیم بیاین ساده کنیم. چه ساده کرده میشد؟ یعنی ضرب به جای ضرب کردن ساده کردن البته که آسان تر است. 0 ها میروند، بعد اینجا 10 میموند، 15 به 5 اختصار کنیم، اینجا 3 میموند و اینجا 2. بعد 42 و 2 باز هم اختصار میشود، اینجا 21 میموند و این 2 اختصار میشود. در آخر چی میموند؟ 21 ضرب 3 یعنی 63. این نمود که در مکتب نشون میدم به فکر محالی هم خیلی استفاده میبرند، یعنی راهی است، لیکن در تست هم یعنی جای خیلی نویسن تستر باید کار کنیم. تستر چه کار کرده میشود؟ یعنی اگر شما 15 فایز 420 اگر بینین این چی معنا دارد؟ بیاین من از در اینجا نویسم 15 فایز 420 یک بار می نویسیم 15 فایز 420 یعنی 15 فایز ضرب 420. 15 فایز چی معنا دارد؟ از شکل کسری نوشته میتونین 15 فایز 15 تقسیم 100 ضرب 420 همین است. یعنی باید همین کار کنیم. همین 15 فایز 420 رو میدهد که ما در اینجا قدم به قدم نشان دادیم، به همون آمده که در اینجا دیده میتونید. در اینجا همون است. از نشان دادم در اینجا همون چیزی وایده آمده. باز چی کنیم؟ یک بار نوشتیم و این رو وقتی کار میکنیم جوابش این هم 63 میباشد. یا اینکه اگر خواهیم کسری نه بدهی اگر به شما آسان تر باشه بدهی نوشتیم 15 فایز 420 چی معنی داره؟ 0 از 115 ضرب 420. اگر به شما این نمودی رقم دهی ضرب کردن آسان تر باشد این اختیار شما با این خیلی با حساب کنین اگر به 63 برابر میشود. خیلی که میبینه هر دو این راه ها یا بار نمیشن تستر کار کردن که در تست مهم است. تستر کار کردن در کار میشود. یا اینکه نگاه کنین یا اینکه ما از اینها رو توضیح کنم چیکار کرده میتونیم. یک نمود دیگر رو با رقم های مشکل تر اگر شود یا این نمودی رو نمودی فکر کردن پرسنت ها فکر کرده میشود. چیکار میکنیم؟ 15 فایز 420 اگر 420 برای تستر با رقم ها هر خیلی 420 اگر 100 فایز باشد بعد فکر نگاه کنید 50 فایز اون چی میشود؟ 50 فایز اون البته که 210. 25 فایز اون چی میشود؟ نگاه کنید 50 به 2 تقسیم کرده است این هم 105 میشود. بعد 5 فایز اون چی میشود؟ مثلا 5 فایز اون به چی برابر میشود؟ با 5 تقسیم 105 رو هم با 5 تقسیم کنم چند میشود؟ 21. اکنون نگاه کنید با من چی میپرسه؟ 15 فایز اگر 5 فایز من 21 باشد 5 فایز من 21 5 فایز من 21 یعنی در آخر من چی به دست میگیرم؟ در اینجا 15 فایز میشود و 15 فایز میشود و نتیجه من یعنی 63. این رو به قسم جدا کرده، یعنی به قسم های مایده 5 فایزش چند میشود 10 فایزش چند میشود. مثلا در اینجا 1 فایزش چند میشود. برای 1 فایز رو یافتن چیکار میکنیم؟ وقتی شما 100 رو به 1 فایز گردونید چیکار کنید؟ 100 رو به 100 تقسیم کنید. این طرف رو به 100 تقسیم میکنید. یعنی 1 فایز اون
4/2 мешавад. 1% 4/2 ва 4/2 зарби 15 кунед. барои аз 1% ҳам рафта метавонед. Агар 1% 4/2 бошад, 15% он, яъне 15 зарби 4/2. боз барои шумо даҳӣ. ин ҳам 63 мешавад. албатта ки ин ба саволҳо вобаста, лекин ин намуди роҳро донистан нағз аст, яъне 3-4 намуди роҳ, фақат як роҳ несту. тезтар кор карда ба қисмони ба рақамҳо, албатта ки рақамҳода вобаста аст. дар инҷо 15% албатта ки осон буд. 5-420 он масалан 77%, 63%, 23% масалан хеле савол биёяд. баъд бояд ҳама вақт роҳи осонро ёфта кор кунед. боз як бори дигар мегӯям, ин саволҳо аз сомонаи маркази милли тестӣ ба фикрам ёфтам, аз ҳамонҷо саволҳо гирифта кор карда истодаам.